بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در سوره مبارکه بقره آیه 274 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار والسر وعلانیه فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خداوند در این آیه می‌فرماید کسانی هستند که در شب و روز اموالشون رو در راه خدا به صورت آشکارا و پنهان انفاق میکنن و برای آنها اجری است عظیم و هیچ حزن و غمی بر آنها انشالله نخواهد بود. در راستای احادیثی که از اهل بیت علیهم السلام داریم که دستگیری مردم و لغر کار نیکوکاری انجام بدهی، خداوند در قبال آن 1000 برابر به شما میده. و در راستای بیانات حضرت آقا که فرمودن مواسات و کمک مؤمنانه و دستگیرانه بین جامعه باشه، بار دیگر جوانان انقلابی پای کار می‌اند. بسم الله الرحمن الرحیم. خیریه جهادی یاران آسمانی در سال 98 با شیوع ویروس منحوس کرونا با اقدام خانوادگی با اینکه در خانواده‌ها شروع شد به پویش مردمی و این پویش گسترده شد و تداوم پیدا کرد و به یک مرکز تبدیل شد و این مرکز هم که در سال 99 به ثبت سازمان تبلیغات اسلامی رسید. ما در راستای کرونا اقدام به راه اندازی کارگاه دستکش و دستکش نارینی و تولید 2000 عدد و توزیع در سطح محله و راه اندازی کارگاه ماست و تولید 10000 عدد ماست و همچنین ضدعفونی و برپایی ایستگاه رفع در سطح محله اقدام کرد. با توجه به فرارسیدن سال روز میلاد مبارک حضرت زینب و مصادف شدن با شب یلدا، خیریه جهادی یاران آسمانی با توجه به اینکه کرونا فراگیر شده و موجهای بعدیش هم در راه هستش، اقدام به جمع‌آوری پک‌های مواد غذایی در آجیل و میوه کردن که شامل میوه، تخمه، کشمش، پوفیلا و شکلات و اقلام دیگر هستش که در بین افراد و همشهریان محترم قرار توزیع بشه. تعداد پک‌های ما تعداد 100 پک میباشه که به همت خیرین و فعالان جهادی تهیه و توزیع خواهد شد. یکی از بزرگترین آرزوهای بچه‌های خیریه جهادی یاران آسمانی اینه که مقام معظم رهبری تمام فعالیت‌های ما رو ببینه و همین بهانه بشه که ما به اون آرزوی قلبی که داریم برسیم و دیدار حضرت